سلام دوستان، مهدی تات هستم با ادامه برنامه که نه آموزش پرایس اکشن در خدمت شما هستم. بریم رو متاتریدر 4 ویدیو ضبط کردم. متاتریدر 4 ابزارش همه یاد دادم و چرا ما که باینری کار میکنیم رو متاتریدر 4 تحلیل میکنیم همه رو گفتم توی ویدیوی قبلی که توی کانال یوتیوب هستش. خب بریم. بحث قبلی جلسه دوم بود، بحث سوینگ های بازار و چرخش های بازار بود که گفتیم آقا هر جا قیمت چرخش میکنه، یعنی اینجاست بذارن بازار اومده اینجا میبینید کلا از این رنجی که شکسته بگیم سعودی بوده اومده اینجا چرخش کرده و دیگه نتونسته این سقف بزنه. این میشه قیمت کلیدی ما که اینجا چرخش کرده 1.097 و سوینگ ماژور ما میشه. این چرخش های کوچیک هم میشه سوینگ های مینور ما که ما جمع اینا رو جایی ببینیم چند بار قیمت سوینگ های ماژور داده. یک جا اومده قیمت نتونسته قیمت رو رد کنه، اون قیمت مد نظرمون که اینجا میشه از اینجا اومده دیگه نتونسته، یه بارم اینجا تلاش کرده یه حالت دبل تاپ زده برگشته. این سطح مقاومت ما محسوب میشه. حمایت هم همینجوری، مثلا اینجا میبینید چند بار قیمت تو این رفته بالا اومده اینجا رو بشکنه، اینجا مثل فرر هوله شده، اینجا خریدارها ریختن هی خریدن من زیاد اینجا میبینید. پس میبینید اینجا سوینگ های مینور اتفاق افتاده. خب و قیمت و این سطح حمایت اینو بهش واکنش نشون داده، قیمت نتونسته بشکنه، اومده خورده برگشته و یه حالت رنج هم داده به ما. این میشه ساپورت و حمایت. قیمت وقتی که سمت پایین باشه اینا رو ما بهش میگیم حمایت، وقتی سمت بالا باشه به یک سطحی برسه که فروشنده ها نظرن قیمت رد بشه از اونجا مقاومت ما میشه. جو فروشنده نمیذاره دیگه رد بشه دیگه، خریدارای میخوام بخرم، این آقا ما هی میفروشیم ما هی میخوایم بفروشیم. در اینم من بگم حالا ولوم تریدینگ کار کرده باشید سل دارن میخرن، یعنی اینجا هم خودش خریدار فروش اونا رو میخره. متوجه میشید؟ یعنی در دو صورت خرید فروشه و اینو باید درک کنید. توی بازار فارکس هم فروش داریم، در لحظه هم خرید داریم. تو فروش کسی اینجا خریدی که بیشتر قیمت بره پایین تر و تو اینجا درسته فروش اون طرفی که خریدی اینجا یکی بیاد فروش تو رو بخره و تو سود کنی. درسته؟ پس دو صورت داری سود میکنی دوست. بریم پس سوینگ ها رو توضیح دادیم، برسیم به سطوح حمایت و مقاومت. یه قیمتی ما داریم، درسته؟ مثلا قیمت دلار 60,000 تومان تا 62,000 تومان، یه رنج قیمت این 60 و 62,000 تومان. اوکی اینجا هستش. دلار از 50 میاد بالا، همه میخرن، اخبار تند، تورم شدید، میخرن میرسه به این قیمت، یه ذره بازی میکنه، رنج میشه. نکنید اصول بازار رو دارم بهتون توضیح میدم. و اونایی که اینجاها خریدن از اینجا یا داشتن یا خریدن به اینجا رسیدن، سودشونو کردن. طرف 55 خریده، 62 داره میفروشه، سود میکنه. چه فکری میکنی؟ میگه آقا دیگه از این بالاتر نمیره دیگه، بهش میگن اشباع در خرید، دیگه اشباع شده کسی نمیاد بخره. بانک مرکزی هم که نکنید اینا فاندامنتال دوستان، من دارم میگم که متوجه بشید. بانک مرکزی ایران هم که تمام صرافی ها رو ملزم کرده آقا بیاین دلار بفروشید 42,000 43,000 45,000. همه تو صفن دارن دلار 45 میخرن، کسی نمیاد دیگه 60 بخره 65 بخره.
پس میبینن آقا فاندامنتال اینجوری داره میگه، دولت یه راهکارایی داره که قیمت دلار رو بکشه پایین، مردم تو صف دلار 40 تومن وایسادن. پس آقا ولش کن دیگه، همینجا سودمون رو کردیم بفروشیم. قیمت میاد 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 تا یه حدی هم میاد پایین دیگه نمیاد اون 50، میاد 55 وای میسته، چون دیگه ارزش نداریم داشت. تو 55 شد من کلی میخرم، صرافی وایساده آقا من 55 همه رو میخرم، هر کی داری بیا نفس کش بیاد جلو، 55 میخرم، نمیذارن از اون بره پایین تر. چرا؟ میگن قیمت خوبیه دلار دیگه، الان دیگه تو مرغ کیلو اینقدر، گوشت اینقدر، دلار که نمیشه 40 تومن، خود مرکزی داره میده 45 تومن بانکای ارزیشون. من 55 میخرم میره 62 65 من اونجا میفروشم. گرفتی چی شد؟ اینه داستان. پس این سطح ما میشه مقاومت، اوکی، این میشه مقاومت رزیستنس، و این میشه سطح حمایت ما، اونجایی که میگه آقا من میخرم اینجا دیگه پایینتر نمیره، نباید بره، ارزش دیگه کجا مایی میخواد بره داداش، مرغ انقدر فلانقدر، دلار که 40 تومن 50 تومن 45 داره مرکزی میده. گرفتی چی شد؟ میشه حمایت. اینجا اون طرف بیگ بویا مارکت میکرهای سرمایه‌داری بزرگ میان حمایت میکنن، آقا تو 55 هرچی داری بیا رو هم میخرن، مشتری دارم 56، نگران نباش. اوکی، اینجوری میگم که درک کنید که داستان که بعضی آرتین بای من که دارم صحبت میکنم 95% تمام سبک های موجود در دنیا رو بلدم به صورت حرفه‌ای، خیلی پیچیده‌اش کردن، خیلی ساده است. پرایس اکشن بهترین سبک، ساده ترین سبک. ولی اینجوری که من درس میدم شاید بعضی بگن پرایس اکشن رو خیلی پیچیده کنن، من دارم ساده درس میدم. متوجه تویی که خریداری جا موندی از اینجا، تو که خریداری جا موندی نپر اینجا بخر، قرون شکلت برم، میاد پایین اینجا بخر، 55 تو بخر، سود میکنه نترس با من. پیاز و ماشین هم فرق نداره، همین. اینا میریم آقا توی بازار فارکس چجوری کاربرد داره، همینجوری ما از این دبل تاپو میفهمیم. وقتی که به قول بچه بورس ایران سقف دوقلو میزنه، دبل تاپ میزنه، میفهمیم یه خبریه، اجازه میدیم ببینیم چی میشه. میره بالا اینو میشکنه، نرفت اومد پایین، اوکی، رفتم پایین صبر میکنیم، تو این ناحیه خوبه حالا بفروش. برعکس میخوای بخری توی حمایت، اوکی، میگی آقا جون میخوام بخرم، اینجا کف قیمتی بوده واسه من، ببینم میخوام داری، اگر بخوام اونجا رو بکش، میبینی اینجا یه کف قیمتی بودی که چرخش به قول معروف بزرگی داشته، سوینگ ماژور بوده، می جلوتر قیمت به این نرسید، خب بالا اینجاها بوده، اوکی، میبینی رنج شد قیمت رفت، میتونست اینجا بای تو بزنی، نه باز نمیدونستی قیمت میریزه اینجا رو میشنی، میذاشی این سطح بشکنه دیگه، این وقتی بشکنه مطمئنا 80% بای. حالا یواش یواش اینا رو توضیح میدم. حالا اینو برای بچه فارکس وقتی یاد بگیرید همه چی براتون شیرین میشه، سود میکنید. بچه فارکس مخصوصا بلند مدت تو 7 اکتبر $3000 سر سود طلا سود کردم، خیلی کال مارجین شدم. یه چیزیتون همین شبیه بود، اینو من دیدم یادش افتادم، شبیه همین چارت بود، اومده بود دبل باتم زده بود برگشته بود اینجا و این ساعت هم شکسته بود اینجا بود، من اینجا اومدم اینجاها بود بای زدم، یا شاید هم این ساعت بود، دقیقا یادم نیست، یک حمایت مهم بود توی 4 ساعت هم بود، اومده بودم من اینجا بای زده بودم که یه دفعه پرید اون شب لعنتی و من 3000 تا سود کردم. خب پس سطوح مقاومت قیمت، خب
یک جایی هستش که آقا ما از قبل میدونیم آقا اینجا یک حمایت مقاومتی بوده، یعنی قیمت رفته خورده به اون قیمت، رسیده به اون قیمت، نذاشتن فروشنده بالاتر بره، همه فروختن، زوری شد. توی گذشته بازار میگه آقا آیتاد من این حمایت مقاومت مشکل دارم، خیلی از شاگردای من مشکل، چجوری رسمشون کنم تو هر تایم؟ مثلا میگم آقا 5 دقیقه که 4 تا بیشتر بشه، میگم نکنید میخوایم حمایت مقاومت رسم کنیم، اوکی نمیه نکن. یکی از اشتباهات تازه کارا میگن سریع میگن خب آیتاد نکن این کف اوکی، اونم مثلا حالا اگر نمیدونیم سختی خود میرم عقب‌تر دیگه، اینجا نکن خودش دیگه اصلا اینجا سقف، یه سقف و کف و سقف رسم میکنن یا آقا حمایت. نه ببین ما با این همه قیمت کار داریم، مخصوصا توی باینری آپشن ما با این همه قیمت کار داریم، مخصوصا توی باینری آپشن. هر جا ما ببینیم یک سوینگ ماژوری داره کنید چجوری رسم کنید، هر جا میبینیم یک سوینگ ماژوری هست کنید، اینجا یه دونه ماژور هست، اینجا هست، اینجا هست، اینجا هم هست، قیمت اومده چرخش کرده، یک کانال دیگه نکنید. حالا خط ترند و کانالم رسمشو بهتون یاد میدم، حالا برسیم به این اینجا هست. خب میبینیم اینجا خب جایی دیگه بوده که تو این سطح تو این موازین باشه، موازین میبینیم، ببینید من اینو پاک کنم، از این خط استفاده کنم، هورایزون لاین متا تریدر، میبینید اینجا کجا بوده که اینجا رو ما میبینیم. خب بله میبینید اینجا یک بار مقاومت شده، اینجا هم که مشخصه به قدرت شکست، اینجا هم یک بار حمایت شده، این پس این داریم. بله اوکی، پس این اوکی، این درسته، این یک سطح حمایتی ما واسه این قیمت میشه. الان مقاومت بوده، اینجا شکسته دیگه، ببینید قیمت دیگه این سطح شکسته، پرقدرت هم شکسته، درسته. پس الان کار این سطح این قیمت یک ممیز صرف 77 چیه؟ اینه که اگه قیمت برسه بخواد اینو حمایت کنه، قیمت بالا بوده دیگه، خریدارا گفتن به 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 به، اینجا شکست دیگه سعودیه، اینجاها دیگه شروع کردن به خریدن، هی خریدن، اینجا فروختن، هی خریدن، هی خریدن، زیگزاگ. دوباره بیاد اینجا اخبار مثبتی باشه، حالا مثبت هم نباشه منفی هم نباشه، خریدار میگه خب من اینجا دوباره میخرم، میره بالا دیگه، سود میکنم، تموم شده رفت. اگر که اخبارش نه ضد این که منفی باشه بخواد اون سطح رو بشکنه. متوجه شدید؟ پس این حمایت ما میشه. خب طرف اینجا خریده، کجا بفروشه؟ مسلما بعد یک مقاومت بالاتر پیدا کنه که اینجا ورود کرده، به آقا قیمت از اینجا مثلا دلار 50 تومن میره تا 60 تومن دیگه، بیشتر از اون نمیره، یعنی اون 60 تومنه مقاومتش. اون 60 تومن هم از کجا به دست آورد؟ از هیستوری گذشته بازار. بریم میبینید اون حمایت ما بود، میریم عقب‌تر، همینجوری بعد بریم عقب‌تر، بالاتر از اونو پیدا کنیم دیگه، بالاتر از اون خط، این خط اینا اینجاست. دو تا سطح داریم، یکی اینجا یکی اینجا، جفتش علامت میزنیم، بیاریم مثلا دقیق‌تر اینجا خوبه، این حمایت اینجا بوده، اینم مقاومت بالا، میریم اونجا، درسته؟ پس این سطح ما بود، میبینی اونجا رو کشید، میگیم خب یه خورده دقیق تر بیایم، میبینی کشیدیم دقیق تر، میتونیم سطح های پایین ترش هم انتخاب کنیم که ببینیم اینجا کجا بوده که بیایم. ولی این به نظر جای خوبی بود که من انتخاب کردم، این قیمت انتظار داریم تا اونجا بره، پس این حمایت مقاومت انتظارات ما رو در بر میگیره، یعنی ما انتظار داریم که قیمت اگر این سطح شکست اون مقاومت بره بالا. من میگم تو یک ساعته قیمت این سطح شکست، میبینی شاید تو 5 دقیقه خیلی زیاد بود، تو یه ساعت نه، پس انتظار داریم قیمت این سطح شکست تا این بره، اگر اینو شکست تا این بره، همینجوری پله پله تا اخبار بیاد که بشکنه دوباره نزولی بشه، اون سطح شکست بیاد تا این، یه پول بک بزنه بیاد تا این، حالا پول بک هم توضیح بیاد، هی همینجوری تا اینجاها
مثلا یه اخبار نزولی باشه تا اینجا که دوباره خریدارها به این فکر بیفتن به 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 چه پژو 400 بخریم که بفروشیم 600. اوکی، اینو میگم که این تداعی بشه تو ذهنتون، چیز پیچیده‌ای به خدا نیست. خیلی آقا من حمایت مقاومت ها رو نمیتونم، بابا کاری نداره به خدا حمایت مقاومت. این جایی که سوینگ هایی که ماژوره میبینید اینجا، یکی اینجا اتفاق افتاده یکی اینجا، این دوتا رو هم وصل کنی با هوریزون لاین هم نمیخواد اصلا وصل کنی، با کراس با اون صلیبیتون شما بیارید راحت میری. این صلیبی که اینجاست میبینید اینجوری بیارید قشنگ نگاه کنید، اینو نگاه کنید، یه بار خورده دو بار خورده اوکی. اینجا چی؟ اینجا بهتره، یه سوینگ تقریبا مینور خوبی بوده، پس میشه روش حساب کرد. اینجا هم که با کندل رو شکسته، رنجت هم که شکسته، اینجا مناسبه. اگر قیمت بیاد دوباره اینجا، من اینو برای چه انتخاب میکنم؟ برای اینکه ببینم اینجا شکسته میخوام ورود کنم، پس قیمت اگر بیاد اینجا ورود میکنم به بای. گرفتی که تا اینجا که یک مقاومت من محسوب میکنم اونو میره. این انتظار من، این تحلیل ماست، خیلی ساده، تموم شده رفت. حالا سوالی هم داشتی تو کامنت ها بنویسید جواب میدم. پس کل داستان اینه که بهترین جای خرید و فروش رو با این پرایس اکشن تو پیدا کنی، همین. حالا تکنیک هایی هستش که جاهایی که مارکت میکر رو ورود میکنن و یواش یواش یادتون میدم، اما اصول کلی بازار همینه، به همین سادگی. پیاز نمیدونم پژو شد از 600 اومد 400، تو بفروش، تو بخر، اومد 400. چرا؟ چون میدونی 600 بوده دیگه، دوباره میرسه به 600. میبینی دوباره قیمت میخواد تلاش کنه به اون برسه. اینجا خریده بودی اینجا میفروختی، دوباره رسید 550 بفروش، 600 بفروش، 570 بفروش که سود کنی، تموم شد و رفت. و برعکسش. خیلی خیلی دوستتون دارم. پس اینم نحوه کشیدن هم. بذارید من آخر بازم دلم راضی نیستش، بعضی قاطی میکنن. نحوه حمایت مقاومت ها یک بار دیگه خیلی سریع، ببخشید دوستانو، من واسه بچهای تازه کار دارم اینو چیز میکنم و یک جای خالی بیارم که به شما نشون بده. اوکی. خب روند قیمتی که یه بار توضیح دادم، درسته؟ این روند قیمتی سقف بالای سقف، کف بالای سقف، داره قیمت میره بالا، به یه جایی میرسه که اینجا که خریدارا احساس میکنن اوکی خوب سود کردیم داداش، خوب. به یه قیمتی میرسه دیگه، به قیمتی میرسه آقا اینجا ما خوب سود کردیم، قیمت 1.0، آقا از اینجا ما اینجا اصلا خریدیم خوب سود کرد، اوکی دیگه اینجا باید بفروشیم، یه جا باید بفروشیم دیگه، سود کردیم دیگه. چرا؟ چون احساس میکنی دیگه اشباع شدن مردم در خرید. دلار خریدی اینجا باید اینجا بفروشی، بانک مرکزی پشت سرت داره دلار میده 45 تومن، تو داری میفروشی 60 تومن، بفروش بره دیگه داداش. احساس میکنی که قیمت این یه دبل تاپ زده، اینجا داره رنج میشه، احساس میکنی دیگه اصلا دیگه خریداری نیست، مردم دارن یه جا دیگه ارزان‌تر میخرن، پس تو اینجاها میفروشی یا نصب میکنی چه باز میاد پایین‌تر، اینجا رنجت میشه نه دیگه، یه ذره برمیگرده اصلاح میکنه، خود دیگه اینجا میفروشی. اونایی هم که همراه تو خریدن شروع میکنن سودشون رو گرفتن از بازار، میفروشن، این قیمت میاد پایین. درسته؟ ما اینجا سلر هم داریم. یعنی چی؟ توی بازار فارکس، توی ارز دیجیتال که مثلا فیوچرز، اینجا سلر هم یعنی سلت هم میخرن. یعنی تو خودت اینجا که خریدی اینجا فروختی، میبینی نزولی شده، دوباره میایید سلای اینا رو هم میخری، فروش اینا رو هم میخری که بیشتر میگه آقا میره پایین، تو هم سود میکنی دیگه، بازار دو طرف هست. اوکی، پس اون سلرها هم بجز اون خریدارهایی که دارن اینجا سود میگیرن وارد بازار میشن، میگن به به بازار نزولی شد، حالا ما سل میخریم، فروش میخریم. اوکی، قیمت میره پایینتر، بیشتر سود کنیم. متوجه شدی؟ این ساعتی که این قیمت رسید دیگه اشباع شد در خرید،
درسته یک قیمت کلیدی بود، میگفتن آقا از این قیمت دیگه بالاتر نمیره، مثلا دلار از 70 دیگه بالاتر نه، از 60 دیگه الان دیگه خبری نیست، بالاتر نمیره، میشه مقاومت ما. و برعکس تموم شد و رفت. قیمت یه جا میرسه، اینجا هم پژو میرسه 400. داداش یه حرف من تو کلاس خصوصی میزنم که بیشتر متوجه بشی بچه، میگم داداش حمایت و مقاومت ارزش گذاری جمعی خریدارها و فروشنده ها روی یک چیز، حالا چه گوجه فرنگی باشه چه پژو پار. آقا دیگه همه میدونه آقا پژو پار 400 مفته دیگه، از این پایینتر نمیاد، همه میخرن. خود میگه طرف ما کارخونه داره میده 400 دیگه، 390 دیگه، تو بازار آزاد مگه میشه پایینتر از این بیاد وقتی خود کارخونه قیمتش اینه؟ نه. بس ارزش گذاری جمعی و اون خرد جمع روی یک چیز میشه آقا پرایس اکشن، میشه حمایت و مقاومت. آقا تو تعیین میکنه آقا این دیگه از این پایینتر نمیاد دیگه، همه میدونن آقا من اینجا میخرم 400 قیمت خوبیه. و میدونی دیگه پژو پارس 4 میلیارد که نمیشه داداش. آقا پژو پارس دیگه 600 دیگه سقف قیمتی، پارسال هم اومد رو 550 دیگه نزول کرد. چارت قبلی رو نگاه میکنیم راست میگه آقا پارسال اومد اینجا نزول کرد 550 بود، الان هم 600 620 دیگه. تورم هم ضبط در حساب کنید دیگه بیشتر از این نمیره، فوقش 50 بره برگرده اونجا میفروشی. تمام دیگه. به زبان ساده تر گفتم دیگه، کل بازار همینه، چه دلار بخوای خرید و فروش کنی، چه یورو و یو اس سی، چه پیاز، چه گوجه فرنگی، چه ماشین، داستانش اینه. خیلی خیلی دوستتون دارم، به زبان ساده دارم یاد میدم، متوجه بشید، گیج نشید، خیلی ساده است. بهترین قیمت بعد برای فروش پیدا کنید، بهترین قیمت برای خرید پیدا کنید، تموم شد. تا یک ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.